سلام دوستان، من میثم هستم. امروز میخوایم در مورد یکی از الگوهای طراحی مهم در برنامه نویسی صحبت کنیم. الگوی طراحی آداپتر یا ادپتر دیزاین پترن. حتما براتون پیش اومده که بخواید دو تا کلاس یا مژول کاملا متفاوت رو به هم وصل کنید، ولی این کار خب به این سادگی انجام نمیگیره. اینجاست که ادپتر به کارمون میاد. واسه اینکه بتونیم موضوع رو درک کنیم با چند تا سوال شروع میکنیم. بریم سراغ سوال اول. سوال اول این که خب کی باید از الگوی آداپتر پترن استفاده بکنیم؟ الگوی آداپتر یا ادپتر دیزاین پترن زمانی به کار میره که شما با کلاس های یا اینترفیس های مختلف و ناسازگار سر و کار دارید. اینها خب با هم دیگه اینکامپتیبلند و نمیتونن خیلی با هم ترکیب بشن. یعنی دو یا چند تا جزء دارید که با هم نمیتونن کار بکنن، ولی شما نیاز دارید که اینها رو به نحوی به هم وصلشون کنید و ازشون استفاده کنید. اینا کجاها بیشتر به درد میخوره؟ چطوری ازش استفاده بکنید؟ ببینید، تو بخشای مثل تجمیع یا اینتگریت کردن کدای قدیمی، فرض کنید که شما یک کد قدیمی دارید که میخواید توی سیستم جدید ازش استفاده کنید، ولی خب اون کد با ساختار جدید سازگار نیست. توی یک پارچه سازی اینترفیس ها ممکنه چندین کلاس مختلف داشته باشید که عملکرد مشابهی دارن، ولی از اینترفیس های مختلف استفاده میکنن. آداپتور کمک میکنه که این کلاس ها رو به یک رابط واحد وصل کنید. مورد سوم، زمانی که حالا شما با API اکسترنال کار میکنید، خیلی وقتا وقتی با API خارجی کار میکنیم ساختار اونا با سیستم ما همخوانی نداره. اینجا هم الگوی آداپتر میتونه به ما خیلی کمک بکنه. خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال دوم اینه که چطور یه الگوی آداپتر اصلا بسازیم. برای درک بهتر این موضوع بریم سراغ یک مثال واقعی. فرض کنید شما یک سیستم ارسال پیامک دارید و میخواید از چند تا پرووایدر مختلف پیامک ارسال کنید. هر پرووایدر ممکنه روش خودش رو برای ارسال پیامک داشته باشه، ولی شما میخواید یک اینترفیس استاندارد برای کار با اون داشته باشید. خب حالا چطور میتونیم کار رو انجام بدیم؟ گام اول اینه که یه اینترفیس برای ارسال پیامک پیاده بکنیم که همه پرووایدرها باید از این اینترفیس استفاده بکنن. در گام دوم میایم پیاده سازی میکنیم و تعریف میکنیم چند تا پرووایدر که حالا میخوایم باهاشون پیامک بفرستیم، مثل کاونگار، پارسبک یا حالا هر سرویس پرووایدر دیگه که مد نظرمون هست. و در گام آخر هم ما یک کلاس آداپتور نیاز داریم که درخواست‌ها رو برای ما مدیریت بکنه، برای اینکه پرووایدرهایی که اینترفیس استاندارد ندارن بتونن با این سیستم کار کنن. خب حالا بریم واسه پیاده سازی یک کد ساده برای اجرای این ادپتر. خب ما از زبان PHP استفاده میکنیم. حالا دم دستی ترین ادیتوری که بود این بود، من از این استفاده کردم. اجباراً برای ضبط ویدیو اومدم سراغ ویندوز و خب انوایرمنت خیلی آماده نیست، ولی شما میتونید از زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه هم استفاده بکنید و این ادپتر رو پیاده بکنید. همونجور که از محتوا خیلی به PHP مربوط نمیشه. من سعی میکنم تا توی ویدیوهای دیگه از زبان‌های دیگه هم استفاده بکنم. بریم واسه کد نویسی. همونجور که عرض کردم ما نیاز داریم الان پرووایدر هامون رو، اون سرویسی که قرار متد های پرووایدر هامون ازش ایمپلیمنت بشن رو با هم دیگه پیاده میکنیم. ما دو تا ارائه دهنده داریم یا پرووایدر داریم، سعی میکنیم از کاونگار استفاده کنیم و پارسبک و یک
پرووایدر قدیمی داریم که میخوایم از اون در این مثالمون که در مورد یک SMS پرووایدر هست بریم و اجرا بکنیم. خب تو گام اول اینترفیسی که قراره پرووایدر هامون از اون ایمپلیمنت بشن می نویسیم یک فانکشن ثابت توش میذاریم به اسم send SMS که بقیه قراره اون رو ایمپلیمنت بکنن و اون رو حتما پیاده سازی کرده باشن توی پرووایدر هاشون. پرووایدر هامون رو پیاده میکنیم. ابتدا از کاونگار استفاده میکنیم، یک پرووایدر SMS معروف توی ایران. شروع میکنیم به پیاده کردن اون. سعی میکنیم که حالا اون مقادیر مربوط اون فانکشنی که قراره حتما توی پرووایدر هامون وجود داشته باشه رو اینجا پیاده میکنیم. یک فانکشن send SMS که همه پرووایدر ها باید بتونن اون رو داشته باشن. چیزی بدید ما یه لحظه تایپش میکنیم این رو. حالا ما از اونجا که نمیخوایم خود پرووایدر ها رو API هاشو بنویسیم، فرض رو بر این میذاریم که این تابع send SMS قرار 2 تا ورودی بگیره، یک نامبر بگیره و یک مسیج و طبق اون حالا عملیات هایی که قراره توی اون پرووایدر اتفاق بیفته یک خروجی رو برگردونه. پس ما صرفاً یک سمپل میذاریم که اکو بکنه send کاونگار SMS. میریم سراغ تابع بعدی. تابع بعدیمون خب پارسبک هست. حالا کلاس بعدیمون که قرار ایمپلیمنت بشه از SMS پرووایدرمون پارسبک رو پیاده میکنیم. این هم مشابه پرووایدر قبلی به همون سبک پیادهش میکنیم توی تابع send SMS این کلاس هم و این پرووایدر هم خب لاجیک ها و قوانین پرووایدر پارسبک هست که قراره در قالب یک تابع یکسان و یک پارچه به اسم send SMS مورد استفاده قرار بگیره. خب این هم قاعدتاً باید حتما 2 تا ورودی داشته باشه، همونجوری که توی پرووایدر اصلیمون SMS پرووایدرمون و اون اینترفیس اصلیمون پیادهش کردیم. اینجا فرض رو بر این میذاریم که حالا یک لاجیکی داره و ما صرفا یک سمپل میذاریم به اسم اکو SMS. و در گام آخر و گام نهایی تعریف پرووایدر هم خب ما فرض رو بر این گرفته بودیم یک لگسی کدی داریم که حالا با اینها متفاوته، از قبل بوده و میخوایم این رو با اینترفیس جدیدمون کامپتیبل بکنیم و یک کلاس استاندارد داشته باشیم. میریم واسه پیاده سازی. اسمش رو میذاریم other provider واسه اینکه حالا بتونیم هندل بکنیم پرووایدر قدیمی. حالا نامی براش نداریم، فرض کنید که حالا شما other provider منظور یک پرووایدر قدیمی هست. تو این پرووایدر خب قاطعا قرار نیست ایمپلیمنت بشه از پرووایدر از اینترفیس اصلی ما به جهت اینکه اصلا این کامپتیبله، ولی ما داریم این رو. توی این کلاس یک تابعی توش وجود داره که این تابع با اون چیزهایی که در پرووایدرهای دیگه هست کاملا متفاوته. حالا ما اینجا فرض کردیم که اونجا send SMS رو داریم، اینجا send message. مدل لاجیک و ارسال پیامکش هم متفاوته. اینجا یک ورودی تلفن خواهد داشت و یک ورودی هلوفون نوشته و یک ورودی تکست و نوع خروجیش هم احتمالاً متفاوت خواهد بود. این رو هم پیاده میکنیم با فرض بر اینکه یک سمپل داریم. حالا واسه اینکه مقداری متفاوت بشه ورودی هامون رو هم توی خروجی پرینت میگیریم که حالا بتونیم اون تفکیکش رو خیلی احساس بکنیم. در این مرحله ما گام آخرمون رو باید اجرا بکنیم. الان ما نیاز داریم که یک ادپتر داشته باشیم که بتونه این 3 تا پرووایدری که تعریف کردیم و با هم متفاوت هستن رو تحت یک قالب واحد و یک اینترفیس استاندارد به ما ارائه بده. خب اسمشو میذاریم ادپتر واسه اینکه حالا بتونیم
شناساییش بکنیم. این ادپترمونه، این هم قاعدتا ایمپلیمنت میشه از اینترفیس اولیه‌مون و طبق قاعده این هم باید فانکشن های اصلیمون رو داشته باشه. ما در ابتدا یه دونه متغیر پرووایدر رو حالا به صورت پرایوت تعریف میکنیم. توی ورودیمون تابع اینکامپتیبلمون رو دریافت میکنیم، حالا اسمش اگه خاطرم باشه آدر پرووایدر بود و این رو در تابع کانستراکت میایم اجرا میکنیم و ورودیش رو دریافت میکنیم و میریزیم توی متغیر پرایویتی که اون بالا تعریف کردیم. حالا به صورت محلی این متغیر رو ما دسترسی بهش خواهیم داشت. در گام بعدیمون بعد از اینکه حالا شروع کردیم و این متغیر رو تعریف کردیم، میایم متدی که حالا به صورت لگسی داشتیم رو اینجا اجرا میکنیم. من این رو پاک بکنم و خب اینجا قاعدتا ما تابع اصلیمون رو همون سند SMS رو خواهیم داشت. این تابع قراره که علاوه بر این که متدهای اصلی ما رو، اون دو تا پرووایدری که کامپتیبل بودن رو قراره هندل بکنه، قراره بتونه اون کلاس به قول معروف لگسی کد ما رو هم بتونه واسه ما پیاده بکنه. پارس بک رو داشتیم، اینجا آدر پرووایدر رو پیاده کردیم و به نظرم که همه چیز خوبه. بریم واسه اجرا و تست گرفتن. اگر که صلاح بدونید بریم پرووایدر هامون رو پیاده کنیم و کد نهایی رو ببینیم که حالا چه اتفاقی میفته. ابتداً بریم سراغ اجرای پرووایدر کاونگار. خب یک اینستنس از کلاس کاونگار میسازیم و متد سند SMS رو فراخوانی میکنیم. اینجا یک شماره موبایل وارد میکنیم و یک متن به صورت سمپل و خروجیش رو با هم تست میگیریم. حالا متن سمپل هم هر چیزی میتونه باشه. اینجا فرض کنید که this is کاونگار تکست. خب بریم این اول اجرا بکنیم ببینیم خروجیش چیه. خب اینجا اسمش رو من adapter.php گذاشته بودم. بله همونجور که میبینید send کاونگار SMS. بریم واسه گرفتن خروجی پرووایدر دوممون. اینجا یه دونه متغیر به اسم پارسبک تعریف میکنیم، یه اینستنس از پارسبک میگیریم و مثل حالا روش قبلی متد send SMS این رو فراخوانی میکنیم. توی این مورد هم حالا ما یه شماره موبایل فیک می‌نویسیم و یک متن که this is یا بنویسیم اینجا text for parseback. خب اینم یک متن داره، این رو هم بریم با هم تست بگیریم. بله همونجور که می‌بینید پارسبک رو خروجیش رو برگردون، متغیر موارد مربوط به اکویی که حالا پرینت گرفتیم اون لاجیک رو برگردون. در مورد حالا اون پرووایدر اینکامپتیبلمون رو هم آدر پرووایدر رو می‌نویسیم و یک اینستنس از کلاسش می‌سازیم و متغیر پرایوتی که اونجا تعریف کرده بودیم اینجا متد send message رو فراخوانی می‌کنیم و همونجوری که می‌بینید میتونیم با یک قاعده یکسان شروع کنیم که ارسال کردن. اینجا من تکستش رو بنویسم legacy code. خب تو فون نوشتم، میشه اینجا یه شماره تلفن اول اضافه بکنم. متغیر دوممون تکست بود. خب این رو هم تست بگیریم.
بله، همونجور که ملاحظه می‌فرمایید ما 3 تا پرووایدر رو که 2 تاش لاجیک‌های متفاوت داشت و یه دونش هم لگسی کد بود رو اینجا با هم ترکیب کردیم و طبق یک قاعده مربوط به حالا اون اینترفیسی که یکسان‌سازی کردیم و یکپارچه کردیم تونستیم استفاده بکنیم. مرسی که حالا با ما همراه بودید. الگوی طراحی آداپتر یکی از راه‌حل‌های کاربردی واسه اینتگریت کردن کلاس‌ها و اینترفیس‌های ناسازگاره. خب این الگو به ما اجازه میده کدای قدیمی رو بتونیم کدای قدیمی API خارجی حتی کلاس‌های مختلف رو بدون دردسر و تغییرات عمده توی سیستم اضافه بکنیم. امیدوارم توضیحات براتون مفید باشه. اگه سوالی داشتید حتما در بخش نظرات بپرسید و حتما منو در لینکدین و یوتیوب فالو داشته باشید. تا ویدیوی بعدی موفق باشید و خدا نگهدار.